الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از قسمت دیگر از برنامه راهنمود سنت. در این قسمت با هم دیگر میپردازیم به موضوع دیگر از موضوعاتی که ارتباط مستحکمی با مخالفت سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارد، که همانا واضح ساختن حکم و اینکه سحر و ساحری و یا شخص ساحر که از سحر استفاده می کند چی جایگاهی در شریعت اسلامی دارد و شریعت اسلامی نسبت به اینها چی دید و چی نظری دارد. چون در برنامه های گذشته ما به صورت تفصیل در مورد نشانه های ساحر، نشانه های سحر و به همین ترتیب موضوعاتی به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردم و بیان گردید. در این قسمت در مورد حکم ساحر و حکم سحر ان شاء الله صحبت هایی در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم کرد. اولا در مورد حکم سحر، بدون شک سحر حرام است، در این شکی وجود ندارد. سحر حرام است و حرمتش از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اولا از آیات قرآن عظیم الشان و دنبال آن از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاملا واضح و شفاف است و در آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که سحر حرام می باشد. در مورد تعلم و فراگیری سحر همچنان علما نظریاتی دارند. بعضی ها مطلقاً آن را حرام می دانند، اما بعضی دیگر تفصیل می دهند. به هر صورت قول که اکثر علما بر آن رفته اند این است که تعلم سحر و یادگیری و فراگیری سحر و جادو نیز حرام است و سحر شاخه ای از کفر هست، چنانچه آیات قرآن عظیم الشان در این مورد دلالت می کند که اکثر علما بر این استدلال می کنند که سحر کفر هست. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیت 102 می فرماید که و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیه السلام عمل کفر انجام نداد. سلیمان علیه السلام کافر نشد که کفر را انجام بدهد. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکه شیاطین بودند که کافر شدند. شیاطین بودند که عمل کفر انجام دادن و یعلمون الناس السحر، مردم را سحر آموزش دادن، برای مردم سحر را یاد دادن. یا در همین آیه الله سبحانه و تعالی در آیت 102 سوره مبارکه بقره در قسمت دیگرش موضوع را این گونه مطرح می کند که در مورد هاروت و ماروت الله سبحانه و تعالی می فرماید که و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. این دوتا هاروت و ماروت برای هیچ شخصی سحر را یاد نمی دادن، آموزش نمی دادن، مگر این که برایش می گفتن که متوجه باش که ما آزمایشی هستیم، ما امتحان هستیم. فلا تکفر، پس کافر نشو، کفر نورز. بناهن از این آیات استدلال می کنن اکثر علما بر این که سحر کفر است و بعضی دیگر تفصیل می دهند اگر این سحر فراگیری، این سحر چنانچه که ما در
موضوعات قبلی هم اگر یادتان باشد در قسمت‌های قبلی هم به این اشاره کردیم که استغاثه از شیاطین، انجام دادن اعمال کفری، اعمال خلاف الدین، توهین به قرآن، توهین به اسلام، توهین به پیامبر، اینها باشد بدون شک مورد اجماع هست که کفر است و در آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و هیچ یک از علما در این مورد اختلافی ندارند. در صورتی که گفتیم که این سحر در آن این کفریات و این شرکیات و این خزعبلات وجود داشته باشد، بدون شک در آن تردیدی نیست که این سحر کفر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ما را از 7 چیز هلاک کننده برحذر می دارند، پیامبر علیه السلام می فرمایند که اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 چیزی که انسان را هلاک میکنه، انسان را به تباهی و بدبختی میکشانه، اجتناب کنید. اولین چیز این است که صحابه پرسان کردند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این 7 چیز چی هست که ما از اینها برحذر باشیم؟ پیامبر علیه السلام فرمودند اولین چیز که شرک به خداوند سبحانه و تعالی است، شریک آوردن به الله سبحانه و تعالی، چی در ذات پروردگار و چی در صفات پروردگار، چی در الوهیت الله، چی در عبودیت الله، چی در الوهیت الله سبحانه و تعالی و چی در ربوبیت الله سبحانه و تعالی و چی در اسما و صفات پروردگار. در هر کدام از اینها که باشد شرک به الله سبحانه و تعالی یکی از جمله وسائلی است که انسان را به هلاکت می اندازد، تباه می کند، انسان را بدبخت می کند. و یکی دیگر از اینها پیامبر علیه السلام دومین چیز را می فرمایند و سحر و جادو هم یکی از جمله موبقات هست، مهلکات است، انسان را به هلاکت و تباهی می اندازد. برای استفاده بیشتر این 5 مورد دیگر را هم به صورت اختصار به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان می کنم. و همچنین کشتن شخص بیگناهی، بدون هیچ جرم و گناهی شخصی را بکشی، این هم یکی از جمله مهلکات و از جمله موبقات هست. و همچنین خوردن ربا یا چیزی که مشهور هست به تعبیر بعضی از جاها خوردن سود خوردن یا ربا، و همچنین خوردن مال یتیم، این هم از جمله موبقات و از جمله مهلکات هست. و همچنین پشت کردن در روز جنگ، فرار کردن از میدان نبرد، در میدان جهاد شرکت میکنه، وقتی به سرش فشار آمد فرار میکنه، این هم از جمله مهلکات است. و همچنین تهمت زدن به زنان پاک دامن، به زنانی که اصلا خبر ندارند، پاک دامنند، به اونها تهمت زدن نعوذ بالله زنا یا تهمت زدن روابط نامشروع، این هم از جمله مهلکات هست، از جمله چیزهایی است که انسان را، وسایلی است که انسان را به تباهی و بدبختی میکشاند. به هر حال در میان اینها دومین چیز بعد از شرک موضوع سحر بیان شده که بعضی از علما از همین استدلال میکنند که اگر سحری که در آن کفریات و شرکیات نباشد تعلمش کفر نیست، از همین حدیث استدلال میکنند. به هر صورت گفتیم که به صورت اجماع و به صورت کلی نظر همه علما بر این است که اگر در این سحر کفریات و شرکیات و استغاثه از شیاطین و جنیات و اینها باشه، بدون شک کفر هست، در این شکی وجود نداره، یا اهانت به قرآن عظیم الشان، چنانچه در برنامه‌های گذشته ما به این موضوع مفصل پرداختیم و اشاره کردیم. این در مورد سحر هست. اما در مورد شخص ساحر، کسی که از این استفاده می کند، از این سحر استفاده می کند، جمهور علما نظرشان بر این است که این شخص کافر است، از دین خارج است. عده دیگر به شمول امام شافعی رحمه الله
تفصیل میدهند موضوع را، میفرمایند در صورتی که در این سحر کفریات و شرکیات وجود نداشته باشه این شخص کافر نمیشه، اما اگر در این کفر و شرک و اینها وجود داشته باشه بدون شک کافر میشه. بالاخره به صورت واضح بگویم که اکثر همه علما متفقن به این که اگر در این سحر کفریات وجود داشته باشه، شرکیات وجود داشته باشه، همچنان که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که حتی بعضی از اینها آیات قرآن عظیم الشان را به کف پای خود میچسبانند، داخل دستشویی میروند، با خون حیض آیات قرآن را می نویسند، با نجاست آیات قرآن را می نویسند، آیات قرآن را سرچپه و به صورت کاملا غیر واضح می نویسند، بدون شک اینها کافرند. در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اما حکم این شخص چیست؟ این شخص حالا کافر شده. علما می فرمایند که حکم این شخص این است که این شخص باید کشته بشه. این شخص باید کشته بشه، از بین بره. باید حکومت اسلامی این شخص را بکشد تا اینکه دیگران از شر سحری که کرده رهایی بیابند و تا این ویروس و میکروب از داخل جامعه برداشته بشه. چون آبروی این مردم، روابط اجتماعی مردم، مال مردم، همه اینها در پیشگاه خداوند متعال ارزش داره. این شخص ساحر در میان زن و شوهر، در میان فرزند و پدر و مادر، در میان برادرها، در میان دو دوست نفاق ایجاد می کند. با این سحرش تأثیر می گذارد که در میان اینها دشمنی ایجاد شود. این سحر او باعث بر بدبختی و تباهی خیلی از خانواده ها می شود. این شخص ساحر ویروس است، باید این ویروس را از بین برد تا جامعه پاک و پاکیزه شود از این انسان ها. و در این مورد از بعضی از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین روایات وجود دارد که برخوردشان با ساحر این گونه بوده. یعنی حکم آن را این بوده که این شخص را می کشتن. اما این که این شخص کشته می شود کافر از دنیا می رود، یا این که این کشتنش به عنوان حد است، در این مورد در میان علما اختلاف است. عده‌ای از علما می فرمایند که به عنوان حد است، یعنی حداً کشته می شود، و عده‌ای دیگر می فرمایند که نخیر، به عنوان کافر از دنیا می رود و به عنوان کافر کشته می شود. به هر صورت این موضوعات کوتاهی بود در مورد سحر و ساحر. اما در مورد این که شخص پیش ساحر برود، حکم این انسان چیست؟ آیا جواز دارد که شخص به نزد ساحر برود، به نزد جادوگر برود؟ در این مورد روایات وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل صریحی و واضح و آشکار امتشان را از رفتن در نزد انسانهای ساحر و جادوگر باز داشتند. خواهر و برادری که به نزد ساحر می روی، به نزد جادوگر می روی، این احادیث را به صورت درست گوش کن. مواظب باش که این انسانهای دجال و انسانهای کافر از دین بیرونند. اینها با اعمال کفر و شرک، با اعمالی که خلاف اسلام هست، با اعمالی که کاملا در تضاد با دین مقدس اسلام هست، وارد صحنه میشوند. مواظب باش که فریب این انسان ها را نخوری. این احادیث پیامبر علیه السلام را گوش کن و گوشت را درست باز کن و به اینها عمل کن و مواظب باش که تا دین و ایمانت خدای نکرده و ناخودآگاه به تاراج نرود. یک میان برنامه با هم دیگر میبینیم و بعد از میان برنامه انشاءالله در خدمت شما از این احادیث خواهیم بود.
وصال حق گامی در راستای بیداری. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، این احادیثی که ما قبل از میان برنامه گفتیم و با آن اشاره کردیم و مهم بودن موضوع را مطرح کردیم این است. یکی از جمله روایات این است که امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم این حدیث را روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند من اتی عرافا فاسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیله. می فرمایند که شخصی که به نزد عراف، جادوگر، به نزد شخصی که ادعای نعوذ بالله علم غیب می کند، چون این انسانهای جادوگر ادعای علم غیب می کنند که دروغ می گویند، در این هم دروغگو هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره می کنند به این موضوع که این جادوگرها چون با شیاطین در ارتباطند، شیاطین استراق سمع می کنند. یعنی چه؟ یعنی می روند با آسمان ها که صدای فرشتگان را بشنوند و که در روی زمین چی اتفاق می افتد. بعد که با شهاب زده می شوند، بعضی از این صداها را درک کرده می آیند برای جادوگرها میگن. پیامبر علیه السلام در حدیثی که امام بخاری روایت کرده میگن که فیکذبون معها 100 کذبة. این انسانهای دروغگو چند کلمه را از جنیات و شیاطین میشنوند و 100 تا دروغ بالایش بند میکنند. من عند انفسهم، از پیش خود دروغ میگن. ساحر دروغگو هست، دجال هست، شیطان صفت هست. چند تا دروغ را دنبال هم میکنه، میه برای مردم میگه. مردم هم بعضی ها که آشنایی از دین ندارن، آن یک کلمه‌ای که راست گفته با این 100 تا دروغ، آن کلمه راست اتفاق افتاد، 100 تا دروغش را هم میپذیرن، قبول میکنن، در حالی که این دروغگو هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیثی که امام مسلم روایت میکنه، میفرمایند شخصی که به نزد این ساحر دروغگو و جادوگر و دجال و شیطان میرود، تا 40 شب نمازش قبول نمی شود. این یکی از جمله وعیدهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شخصی میدهند که به نزد این ساحر می رود، به پیش این ساحر می رود، او را تصدیق نمی کند، می رود به نزد ساحر. اگر تصدیق کند که حکمش جدا هست، در روایت بعدی انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اما این که ما میگوییم نمازش تا 40 شبانه روز قبول نمی شود و این معناست که یعنی نماز نخواند؟ نه خیر. علما متفقن بر این که شخصی که پیش ساحر می رود نمازش را دوباره قضا نمی آورد. یعنی این که نماز فرض از گردنش می گردد اما ثوابی بر آن مرتب نیست. تا 40 شبانه روز نماز می خواند اما ثوابی برایش وجود ندارد، فقط فرض از گردنش ساقط می شود، خلاص. حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند، در حدیثی که در مسند بزار آمده، پیامبر علیه السلام می فرمایند من اتی کاهنا فصدقه بما یقول، شخص نزد ساحری برود، نزد جادوگری برود، نزد دجال مثل جادوگرها برود و او را تصدیق کند به آنچه که میگوید، چون او ادعای غیب میکند که ان شاء الله در مورد علم غیب هم صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های آینده. او ادعای علم غیب میکند و این شخص هم او را تصدیق میکند. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. این شخصی که ساحر را، جادوگر را در این دروغش و در این که او ادعای علم غیب کرده تصدیق بکند، به قرآنی که بر پیامبر نازل شده کافر شده.
ببینید چقدر پیامبر علیه السلام با شدت و غلظت ما را از این انسانهای دجال و انسانهای شیطان برحذر می‌دارند. باز هم ای خواهر و برادر مسلمانم، برای تو مگر دلیلی باقی میماند که به نزد اینها بروی؟ به نزد این انسانهای دجال و کافر؟ در حدیث دیگر پیامبر علیه السلام می‌فرمایند، در حدیثی که امام ابی داوود در سنن خود روایت کرده، می‌فرمایند من اتی کاهنا فصدقه بما یقول، شخص نزد کاهنی، نزد جادوگری می‌رود و آنچه را که او میگوید با آن تصدیق می‌کند، قبول می‌کند که بله راست میگویی، نعوذ بالله، علم ای که ادعای علم غیب میکنه تصدیق میکنه، این که کفریات میگه تصدیق میکنه، این کفریات را تصدیق میکنه، فقد برئ بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. این انسان بیزار شده از آنچه که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، یعنی از قرآن بیزار شده، چون در قرآن عظیم الشأن کسی که ادعای علم غیب بکنه این انسان را از دایره اسلام بیرون میکنه. قرآن عظیم الشأن علم غیب را خاص برای الله متعال میدانه که انشاءالله در برنامه‌های آینده به این موضوع اشاره خواهیم کرد به صورت تفصیل، که کسی ادعای علم غیب بکنه آیا درست هست یا نیست و آیا غیر از الله کسی دیگر غیب میداند یا نمیداند. به صورت تفصیل انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اما فقط در اینجا همین مقدار را بفهمین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی پیشش شخص جادوگر و شخص که ادعای علم غیب میکنه میره و او را تصدیق میکنه، پیامبر علیه السلام میفرمایند که از قرآن بیزار شده، نعوذ بالله. یعنی با غلظت و با شدت فراوان پیامبر علیه السلام امتشان را از رفتن پیش این انسانهای دجال برحذر می‌دارند. پس خواهر و برادر مسلمانان، به خصوص خواهران گرامی ما که اکثرا شکار این انسانهای پلید و انسانهایی که در واقع از وجود آنها کفر و زندقه و الحاد بیرون میشه، فریب اینها را نخورند و متاسفانه که شکار اینها شدند. خیلی از خواهران گرامی خود را میبینیم به محض اینکه به مشکل گرفتار میشن به نزد این انسانهای دجال میروند. و چقدر فراوان ما دیده ایم و شنیده ایم و اخبار موثق برای ما رسیده است که این انسانهای دجال با عنوان این که نعوذ بالله اینها این مریضی را تداوی بکنند، به علاج خواهر مسلمان بپردازند، این مسلمانی که حالا بیخبر رفته به نزد اینها تجاوز جنسی بر اونها شده. فراوان هست اخبار در این مورد، فراوان. از هر کشوری خواسته باشین میتوانین که شما پیدا بکنین، چی در کشورهای فارسی زبان، چی در کشورهای عربی، به صورت تفصیل مشخص واضحه. انسانهای بی غیرتی که همسرانشان را در نزد اینها میبرند. اتفاق افتاده که یک شوهر بی غیرت و یک شوهری که غیرت و ایمان نداشته همسرش را فرستاده در نزد این دجال برای تداوی و این دجال هم برای شوهر گفته از خانه بیرون بشو. این هم از خانه بیرون شده، در خانه را بسته به عنوان علاج، بعد در اونجا بر این خانم تجاوز جنسی کرده. اتفاق زیاد افتاده، یا بعضیا بر دخترهای آنها تجاوز جنسی شده از جانب همین دجال ها، از جانب همین انسانهای پلید و انسانهای کثیفی که جامعه را آلوده کردند. اینها به عنوان میکروبن در جامعه، باید از اینها برحذر بود. چون پیامبر علیه السلام حتی میبینین که میفرمایند کسی در نزد اینها میره اون هم از ویروسشان میگیره، مرتکب عمل بسیار زشت میشه که ما در احادیث مفصل به این موضوع پرداختیم. چون اینها ویروسن و اینها جلیس بد هستند، اینها رفقای بد هستند که وقت در نزد اینها رفتی از کفر و زندقه و الحاد اینها برای تو هم سرایت میکند. پس ای خواهر و برادر مسلمانم، از اینها برحذر باش. اینها را در هیچ منطقه خود جا ندهید، برای اینها خانه ندهید، برای اینها مکان نگذارید، اینها را از اماکن بیرون کنید.
اینها را از خانه ها بیرون کنید، اینها را در جاهایی که مستقر هستند بیرون کنید، نگذارید اینها را که اینها مفسدند، اینها اعمال شیطانی انجام میدهند، اینها به دنبال تخریب خانواده ها، به دنبال هزار مفسدی دیگر هستند. باید از اینها برحذر بود. الله سبحانه و تعالی برای امت اسلامی توفیق بدهد که از شر اینها خودشان را برحذر بدارند. الله متعال به امت اسلامی توفیق بدهد که این انسانها را، این ویروس ها را در جامعه مجال قدرت نمایی و مجال پخش ویروس را ندهند. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق عنایت بکند که اسلام را درست بشناسیم، قرآن را درست بشناسیم، سنت پیامبر را درست بشناسیم تا از شر اینها در امان باشیم. تا برنامه دیگر که ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود در مورد علاج سحر و جادو، راههای علاج سحر و جادو، همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.